سلام علیکم تماشابینان گرامی. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخط خبرها: کم رشوه خوری زندان میشوی، کلان رشوه ستانی به منصبی بلند میروی. و کارمند دانشگاه با اتهام فسادکاری پرونده جنایی باز شده است. 11 سازمان‌های بین المللی با نشر بیانیه مشترک از مقامات بلاروس خواستند از استرداد فرهاد آدینایف به تاجیکستان خودداری کند. هنیت برنده انتخابات پارلمانی شد. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت یک استاد دانشگاه اقتصادی کشور پرونده جنایی باز کرده است. شیرالیف امامعلی نورالیویچ مدیر بخش اقتصاد و تجارت دانشگاه اقتصاد و مالیات تاجیکستان ساکن شهر دوشنبه به دریافت رشوه از یک داوطلب به این دانشگاه متهم شده است. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان دعوا دارد که شیرالیف 19,000 سامانی و $600 رشوه دریافت کرده است. اگنتی تاکید نمود که از روی حالت مذکور نسبت شیرالیف امامعلی با ماده 247 قسم 4 بند بی کودکس جنایی برای قلابی پرونده آغاز کرده شده تفتیش پیشکی آن ادامه دارد. باید گفت فساد مالی به خصوص رشوه‌خواری در ساختارهای وزارت معارف و علم تاجیکستان رایج و تا حد زیاد است. بارها این نهاد دولتی به خاطر فسادکاری متهم بشود. اما این هم باید ذکر کرد که حالتهایی که استادان دانشگاه و کارمندان ساحه طب به فساد دست میزنند به مقدار خیلی کمی رشوه ستانی دستگیر شده و چند سال محکوم به زندان میشوند. ولی کارمندان مقامات انتظامی با وجود با میلیون ها سامانی دزدیدن و غیر مقصدناک استفاده کردن مالکیت دولتی به حسابهای هنگفت ستانیدن رشوه و دست به فساد زدن به جای جزا گرفتن یا جای کارشان عوض می شود یا اینکه به وظیفه بلندتر می روند. کارشناسان این مسئله را به آن ربط می دهند که فساد تا شخص اول کشور زنجیربند است. بنابر هیچ فسادکار و رشوه‌خوار نهنگ نفس زندان نمی شود. تنها گاه به خاطر خود نشاندهی نهاد مبارزه با فساد چند استادان دانشگاه و کارمندان ساحه طب را دستگیر می کند. 11 سازمان معروف بین المللی با نشر بیانیه خواستند حکومت بلاروس نباید فعال سیاسی فرهاد آدینایف را به تاجیکستان سپارند یا استرداد کنند و یا با هر راه دیگری به بازگشت مجبوری او به تاجیکستان مساعدت نمایند. این سازمان ها عبارتند از فریدم هاوس، فریدم ناو، هیومن کانستانت، عفو بین الملل، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، انجمن حقوق مهاجران در آسیای مرکزی، حامیان حقوق شهروندی، مرکز حقوق انسان ویاسنا، هیومن رایتس واچ، کمیته نروژی هلسینکی و خبرنگاران بدون مرز. استیو سویرلوف نماینده دیدبان حقوق بشری هیومن رایتس واچ میگوید حکومت تاجیکستان با تعقیبات بین المللیش که بیرون از خاک کشورش مهاجران آسایشته را تهدید و دستگیر میکند معروف است. بلاروس مسئولیت‌های در نفرستادن آدینایف که در آنجا میتواند با شکنجه یا دیگر نمودهای مناسبت خشن روبرو شود دارد و باید این مسئولیت‌ها را رعایت کند. طبق اطلاع سازمان هیومن کانستانت به دادستانی کلی بلاروس حجت‌ها درباره درخواست استرداد فرهاد آدینایف رسیدند که در آن مقامات تاجیکستان آدینایف را در قطار دیگر جنایت‌ها به دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی ماده 307 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و تشکیل اتحاد اکستریمیستی ماده 307 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نیز گناهکار می‌داند. ماریوس فاسوم نماینده منطقوی کمیته نروژی هلسینکی در آسیای مرکزی تاکید کرده که مقامات بلاروس باید بلافاصله و بدون قید و شرط آدینایف را آزاد نمایند و به او اجازه دهند به کشور بی‌خطر سوم برود. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و همه شریکان بین المللی بلاروس باید پافشاری نمایند تا مینسک آدینایف را ندهد و باید برای محدود کنی آزادی ها در تاجیکستان نگرانی عمیق نمایند. در بیانیه گفته می شود تاجیکستان آزادی دین را محدود کرده است. فعالیت های دینی از جمله لباس و تعلیم را تنظیم می کند
و با اتهامات شبهه آوری افراطگرایی دینی نفران زیادی را به زندان می‌اندازد. مقامات تاجیکستان تعلیمات اسلامی را منع کرده‌اند، موعظه ها در مسجد را نظاره می‌کنند و مساجد رسمی زیادی را بسته‌اند. با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاجیکستان فعالیت سازمان‌های دینی زیادی را ممنوع کرده است. 11 سازمان بین الملل همچنین گفتند شکنجه در تاجیکستان غیر قانونی اعلان شده است، اما زیاد به کار گرفته می شود. پلیس و مفتشان بازداشت شدگان را مجبور به اعتراف گناه می کنند. از جمله نسبت طرفداران گروه های مخالف مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 از شکنجه کار می گیرند. در این بیانیه همچنین از شکنجه شدن معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حییت یاد شده است. فرهاد آدینایف، فعال جامعه شهروندی و رهبر سابق تلویزیون صفا، روز 25 سپتامبر ضمن عبور مرز بلاروس به قصد کشور اروپایی لیتوا از طرف مقامات بلاروس بازداشت شد. او در بازداشتگاه موقتی شهر گراتنای بلاروس نگهداری می شود. آدینایف 42 ساله با ابتکار مقامات تاجیکستان در لیست جستجوی داخلی اتحاد دولت‌های مستقل قرار داشته است، اما گفته می شود شهروندی روسیه را دارد. آدینایف برای سخنرانی در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به ورشو می رفت و قرار بود که همچون نماینده سازمان مکالمه اوراسیا سخنرانی کند. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شاه نعیم کریم از سابقه‌داران این حزب را به حیث معاون رئیس این حزب برگزیده است. این و چند خبر و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شاه نعیم کریم از سابقه‌داران این حزب را به حیث معاون رئیس این حزب برگزیده است. در این باره دفتر مطبوعاتی حزب خبر می‌دهد طبق اطلاع منبع روز 5 اکتبر در جلسه ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله اصلاحات ساختاری بررسی و تصمیم گرفته شده است که معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف ریاست عالی انتخاب گردیده موظف شود که لایحه ساختاری جدید را پیشنهاد نماید. در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمده است نامزدی 9 نفر از جمله 2 بانو به مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شدند که 6 نفر نامزدی خود را به نفع دیگر نامزدها بازپس گرفتند. در نتیجه رأیگیری پنهانی بین 3 نفر نامزد شاه نعیم کریم با کسب اکثریت آرا معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انتخاب گردید. شاه نعیم کریم موظف شده است تا جلسه بعدی لایحه ساختاری جدید را در هماهنگی با رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به ریاست عالی پیشنهاد نماید. تا ممنوع اعلان شدن فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان در سپتامبر سال 2015 رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 3 معاون داشت که به دوش سید عمر حسینی، محمد علی حیید و محمد کریمی آرزو بود. شاه نعیم کریم 59 ساله زاده دهه‌ای از غلام ناحیه ونج و یکی از سابقه‌داران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. سال گذشته او با درخواست تاجیکستان در شهر افینه یونان توسط اینترپل بازداشت شده بود، اما دادگاه یونان درخواست را سیاسی دانست و شاه نعیم کریم را آزاد کرد. رشید الغنوشی رئیس حزب نهضت اسلامی تونس به دنبال اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشور و پیروزی قاطع حزبش تاکید کرد. رشید الغنوشی رئیس حزب نهضت اسلامی تونس طی یک نشست خبری در مرکز این حزب گفت که این سازمان سیاسی در انتخابات پارلمانی پیروز شده است و این پیروزی غیر قابل انکار است. غنوشی افزود تونس با مشکلات اقتصادی مواجه شده است. حزب نهضت اسلامی تونس به مبارزه با فقر و فساد خواهد پرداخت. الغنوشی همچنین تصریح کرد حزب نهضت اسلامی تونس به دنبال ائتلاف و تشکیل دولت شده و سیاست ائتلاف را ادامه می‌دهد و خواهان همکاری همه طرف‌ها است. بر اساس نتایج اولیه و غیر رسمی انتخابات پارلمانی تونس، حزب نهضت اسلامی تونس با کسب 17.5% آرا در رأس و حزب قلب تونس با کسب 15.6% آرا در جایگاه دوم قرار دارند.
تاجیکستان با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود 69% مبادلات مالیش را انجام می‌دهد. بنا به اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا، تاجیکستان در 8 ماه سال جاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به ارزش بیش از 1 میلیارد و 948 میلیون و 900 هزار دلار مبادلات مالی را انجام داد. بیش از 1 میلیارد و 657 میلیون و 700 هزار این مبلغ سهم واردات و باقی سهم صادرات تاجیکستان است. طبق منبع در 8 ماه سال جاری مبادلات مالی جمهوری تاجیکستان با قزاقستان، روسیه، ازبکستان و هندوستان افزایش و با چین، قرقیزستان و پاکستان کاهش یافته است. تاجیکستان در این مدت با روسیه، قزاقستان، چین و ازبکستان به ارزش 1 میلیارد و 850 میلیون و 900 هزار دلار مبادلات مالی کرد. صادرات کالاهای تاجیکستان در مبادلات مالی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تنها به ازبکستان بیشتر از واردات است. صادرات محصولات نساجی از تاجیکستان که قسم اساسیش را نخی پخته تشکیل می‌دهد کم شده است. همچنین حجم کارکرد نخی پخته در داخل کشور نیز پایان رفته است. میزان صادرات مواد نساجی و محصولات از آنها در 8 ماه سال جاری 30.3% پایان رفته است. معلومات آماری درباره صادرات این نمود محصولات از آن درک می‌دهند که حدود 60.4% میزان ذکر شده را فروش نخی پخته به خارج تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع منبع در ینور آگوست سال جاری میزان صادرات مواد نساجی و محصولات از آن 104 میلیون و 209 هزار دلار را تشکیل داده است که 30.3% کمتر از همین دوره سال گذشته می باشد. 62 میلیون و 991 هزار و 600 هزار دلار مبلغ ذکر شده از فروش نخی پخته به دست آمده است که آن هم 41.1% کمتر شده است. در همین حال میزان واردات مواد نساجی و محصولات از آن 42 میلیون و 700 هزار دلار را تشکیل داده است که 8.3% افزایش یافته است. این هم در حالی است که واردات محصولات نساجی با ارزش افزوده بلند عملی می‌گردد. طبق معلومات وزارت صنعت و تکنولوژی نو در استحصالات نساجی و بافندگی حجم استحصال صنعتی 2.3% کمتر شده است که وزارت آن را به کمشوی استحصال نخی پخته ربط می‌دهد که 53.6% کمتر شده است. استحصال تخمی پخته باشد 54.6% پایین رفته است. در همین حال افزایش 15.9% استحصال ریسمان بافندگی و 77.4% متاع به قید گرفته شده است. میزان عمومی استحصالات نساجی و بافندگی از اول سال جاری به 848 میلیون و 200 هزار سومانی معادل 87 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. اینگا یوماشوا یکی از نمایندگان دومای روسیه به محض ورود به فرودگاه نیویورک به مدت 1 ساعت از سوی ماموران اداره تحقیقات فدرالی FBL مورد بازجویی قرار گرفته است. از پی این بازجویی سفارت روسیه و وزارت خارجه آمریکا نوت ارسال کرده بازجویی یوماشوا را اقدام تحقیرآمیز عنوان کرده است. طور خبرگزاری ریترز نوشته است در نامه سفارت روسیه در آمریکا آمده است که از اینگا یوماشوا یکی از نمایندگان دومای روسیه خواسته شد تا به یک اتاق جداگانه برود و یکی از ماموران FBL برای مدت 1 ساعت شروع به بازجویی او کرده است. همچنین ویاچسلاو ولادین رئیس دومای روسیه این موضوع را مناسبت ماموران اداره تحقیقات فدرالی آمریکا در فرودگاه نیویورک را تحقیر نسبت نماینده دولتی خوانده است. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوب ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را نیز لطفاً دریغ ندارید. و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.